فصل 12 دیدگاه‌ها و راهنمودهای تازه پیامبر. به کسانی که به پیامبری شما ایمان دارند چه توصیه‌ای می‌کنید تا انسان بهتری باشند؟ به آنها توصیه می‌کنم که تنها از آموزه‌های ساده من پیروی کنند. نگذارند که این آموزه‌ها بیش از حد پیچیده شوند. سخنان مرا دنبال کنند و درک کنند که کلمات من به پیروی از تعالیم جهانی یک خدای یگانه، خواه آن را خدا، الله، منبع هستی یا هر نام دیگری بخوانند، منتهی می شود. من باور دارم که آموزه‌هایم می توانند کمک زیادی به افرادی بکنند که در تلاشند آنها را دنبال کنند. سعی کنید بیاندیشید که آموزه‌هایم چگونه باید با زمانه کنونی هماهنگ شوند. شما در جهانی بسیار متفاوت از دنیای زندگی می کنید که من در آن زمان روی زمین زندگی می کردم و آموزه‌هایم ثبت شدند. مهم است که این آموزه‌ها را با دنیای امروز مرتبط کنید. اگر چنین کنید، خشم را کنار بگذارید، کینه را از قلبتان بیرون کنید و به یکدیگر محبت بورزید، آنگاه به عنوان انسانی بسیار نیکو در بهشت پذیرفته خواهید شد. نظر شما درباره احترام و تقدیسی که امروزه از سوی جامعه مسلمانان نسبت به شما ابراز می شود چیست؟ من عمیقاً سپاسگزارم و در عین حال از میزان احترامی که جامعه مسلمان همچنان نسبت به من و آموزه‌هایم ابراز می‌دارد شگفت زده هستم. در برخی موارد آرزو می‌کنم که پیروان دینم با بردباری بیشتری نسبت به دیگر ادیان برخورد کنند و بپذیرند که همه ادیان آسمانی می‌توانند در کنار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز همزیستی داشته باشند. به طور کلی از صمیم قلب از همه کسانی که به من ایمان دارند و مرا گرامی می‌دارند تشکر می‌کنم. تمام تلاش خود را به کار بستم تا در حد توان حقیقت را به همگان برسانم. بسیار خوشحالم که رد پای آموزه‌هایم توانسته تأثیری ماندگار بر بشریت بر جای گذارد. نظر شما درباره کسانی که خواهان اجرای قوانین قدیمی اسلامی به جای قوانین مدرن هستند چیست؟ در دنیای امروز پیروی کامل از قوانین باستانی اسلامی نمیتواند مسلمانان را به سطحی از پیشرفت برساند که برای مشارکت در تحولات و دستاوردهای بزرگ آینده بشر ضروری است. بی تردید بسیاری از قوانین گذشته ارزشمند و مفیدند، اما تعدادی از آنها نیز نیاز به بازنگری و تطبیق با شرایط زمانه دارند. همان گونه که قانون اساسی ایالات متحده امریکا در طول زمان اصلاح شده و قوانین آن متناسب با نیازهای جدید تغییر یافته است. رهبران دینی باید این واقعیت را درک کنند که اعتدال، نوسازی و تحول در برخی از آموزه‌ها لازم است تا نسل امروز بتواند با حفظ ایمان خود همگام با پیشرفت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی بشر حرکت کند. نظر شما درباره کسانی که میگویند ما به درگاه خدا دعا میکنیم اما او دعای ما را نمیشنود چیست؟ میتوانم با اطمینان بگویم که تمام دعاها شنیده میشوند، اما برخی دعاها با برنامه زندگی که پیش از تولد جسمانیتان برای خود تعیین کرده اید در تضاد هستند. خداوند هایی را که موجب تغییر در آن طرح از پیش تعیین شده شوند اجابت نمی کند. البته در شرایط خاص خدا می تواند معجزه بیافریند، اما اگر دعای شما خارج از مسیر مقدر زندگیتان باشد پاسخ مستقیم نخواهد داشت. شما می توانید برای راهنمایی یا برای کمک در انجام امور دعا کنید و اغلب این گونه دعاها می توانند مستجاب شوند. اما اگر مثلا مرگ بر اثر بیماری مانند سرطان بخشی از برنامه یادگیری شما در این زندگی باشد، خداوند در آن مسیر مداخله نمی کند، زیرا این رنجی است که باید آموخته شود.
اگر از این رنج عبور نکنید و آن را درک نکنید، این درس در زندگی‌های آینده‌تان تکرار خواهد شد. بسیاری از مسلمانان تلاش می‌کنند از سبک زندگی شما پیروی کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای من مایه افتخار است که بسیاری تلاش کردند از سبک زندگی من پیروی کنند. اما باید بگویم که زندگی من تحت تأثیر رویدادهای بسیاری بود که در اطرافم رخ میداد. سبک زندگیم در زمان خود با خشونت‌ها و اتفاقات دشواری همراه بود و با شرایط امروز بسیار متفاوت است. بسیار خوشحال خواهم شد مردم به جای تمرکز بر سبک زندگی من، آموزه‌های من درباره محبت، همزیستی مسالمت‌آمیز و رفتار نیک با دیگران را سرلوحه خود قرار دهند و از اینکه مردم سعی می‌کنند از سبک زندگی من پیروی کنند سپاسگزارم. اما این پیروی شرطی برای پذیرفته شدن در جهان الهی نیست. از علمای مسلمان هنر و موسیقی رو ممنوع می‌کنند، زیرا معتقدند که اینها باعث اخلال در ایمان می‌شوند. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟ هنر و موسیقی می‌توانند بر ایمان برخی افراد تأثیر منفی بگذارند. کافی است به برخی از موسیقی‌های امروزی گوش دهید. ترانه‌های رپ واقعاً نگران کننده هستند و افراد را از ایمان دور می کنند. اما اگر هنر و موسیقی انسان را به سوی آگاهی بیشتر از خداوند هدایت کنند، هیچ ایرادی در آنها وجود ندارد. به کسانی که سیاست و دموکراسی را مخالف آموزه‌های شما می دانند، چرا که این دو دین و سیاست را از یکدیگر جدا می کنند چه می گویید؟ در جامعه مدرن جدا کردن سیاست از دین بسیار دشوار است. سیاستمداران امروزی با افزایش قدرت می توانند بر آنچه در بسیاری از ادیان رخ می دهد تأثیر بگذارند. می دانم که امروز در کلیسای کاتولیک پاپی را می بینید که به شدت گرایش سیاسی دارد. این مسئله می تواند هم خوب باشد و هم بسیار مشکل‌زا. گاهی سیاست کاملا در تضاد با دین قرار می گیرد. شما اکنون در ایالات متحده شاهد مشکلاتی هستید که سیاست در تلاش است تا برای آزادی‌های دینی تأثیر بگذارد. بنابراین در بسیاری از موارد جداسازی کامل دین و سیاست امکان پذیر نیست. چه کارهای نیکی در زمین انجام داده اید که اکنون باعث خوشنودی و افتخار شما هستند؟ من افتخار می کنم که در بنیانگذاری یکی از بزرگترین ادیان جهان نقش داشتم. مردم به سخنان من گوش دادند. آنها را دنبال کردند و دینی را پدید آوردند که برخی از زیباترین و شریفترین انسانها و ارواح را در بر می‌گیرد. دینی که پایه گذاری کردم حقیقتاً یکی از بزرگترین ادیان جهان است. این بزرگترین دستاورد من است. ممکن است کارهایی هم کرده باشم که به آنها افتخار نکنم، اما تأثیر ماندگاری که سخنان من بر مردم خاورمیانه گذاشت همان چیزی است که واقعاً به آن افتخار می کنم. نظر شما درباره واکنش‌های خشونت آمیز برخی مسلمانان پس از آنکه هنرمندانی تصویر شما را در کمدی‌ها، کاریکاتورها یا کارتون‌ها استفاده کردند چیست؟ می‌خواهم بدانید که از نظر من استفاده از شخصیت یا تصویر من برای تمسخر کاری نادرست و ناپسند است. وقتی کسی چنین می‌کند، در واقع دینی بزرگ و شریف را به تمسخر می‌گیرد. با این حال من باور دارم که گرفتن جان چنین افرادی واکنشی بسیار افراطی است و نباید رخ دهد. راه‌های دیگری برای برخورد با این افراد وجود دارد. می توانید آنها را نادیده بگیرید، آثارشان را دنبال نکنید یا به آنها بی‌توجهی نشان دهید. اغلب کسانی که دست به چنین کارهایی می‌زنند در جستجوی توجه هستند. در بسیاری از مواقع اگر آنها را نادیده بگیرید، این می‌تواند سخت‌ترین مجازات برایشان باشد. نظر شما درباره اختلافاتی که میان فرقه‌های مختلف اسلامی به دلیل تفاوت‌های فراوان در درک احادیث وجود دارد چیست؟ اختلافات مرا بسیار اندوهگین می‌سازد.
نیت من همواره این بود که تنها یک مذهب اسلامی وجود داشته باشد. به نظر من اگر پیروان دین ما به جای تمرکز بر جزئیاتی که باعث تفرقه شده اند، بر مفاهیم، اصولی که در دین ما آموزش داده شده تمرکز کنند، می توانند این اختلافات را التیام ببخشند. اگر با دقت به این تفاوت‌ها نگاه کنید، در میابید که بیشتر آنها مربوط به جزئیاتی است که پس از گذشت این همه سال دیگر اهمیت چندانی ندارد. من باور دارم که فرقه‌های مختلف اسلام باید بر عشق، درک متقابل و انجام کار درست تمرکز کند. در این صورت دلیلی برای ادامه این اختلافات باقی نمی‌ماند. حالا که شما در آن سوی دیگر هستید و اطلاعات بسیار بیشتری دارید درباره زندگی در سیارات دیگر، چه می‌توانید به ما بگویید؟ من می‌توانم بدون هیچ شک و شبهه‌ای به شما بگویم که زندگی در سیارات دیگر وجود دارد. در کهکشان‌ها سیارات زیادی وجود دارند که حیات در آنها جریان دارد و همه آنها خدای یگانه‌ای را که ما پیروی می‌کنیم می‌پرستند. در بسیاری از آن سیارات میلیون‌ها سال است که زندگی در جریان است و به نقطه‌ای رسیده‌اند که کاملاً درک کردند که همزیستی و عشق کلید همه چیز است. ساکنان آن سیارات می‌دانند که فناوری‌های پیشرفته‌شان می‌تواند به راحتی زندگی را در سیارات دیگر نابود کند، اما آنها همچنان می‌دانند که اگر چنین تخریبی را انجام دهند، احتمالاً خودشان نیز نابود خواهند شد. انسان‌ها هنوز باید حقیقت همزیستی را بیاموزند. اخوان المسلمین سیاست مدرن را با اسلام کلاسیک ترکیب کردند. آنها ایده جهاد و ترور را حفظ کردند. نظر شما درباره اخوان المسلمین چیست؟ حدس ایده جهاد و ترور با تعالیم من سازگار نیست. من می‌دانم که ترور در زمان من بسیار رایج بود. همانطور که بارها به شما گفتم، آن زمان دوره‌ای پر از خشونت بود. بسیاری از مردم فکر می‌کردند که با حذف رهبران از طریق ایمان یا زور اوضاع بهتر خواهد شد. امروز هیچ فردی نباید به فکر ترور یا جهاد باشد. این باید اراده اکثریت باشد که مسیر کشورهایشان را تعیین کند. باید این گونه باشد که افراد با قوانین خداوند همسو شوند. این موضوع باید تعیین کند که آیا آنها می توانند دینهای مدرن را هدایت کنند یا نه. این نباید با اعمال خشونت آمیز همراه باشد. آنان بر این باورند که مفهوم برادری ایمانی میان مسلمانان یک مفهوم با شکوه است. اگر این برادری منجر به حل اختلافات میان شاخه‌های مختلف ایمان ما شود، آنگاه واقعاً یک امر ستودنی خواهد بود، در صورتی که این هدف به شیوه صلح آمیز محقق شود. آیا راهی برای اتحاد دوباره اهل سنت و شیعه می‌بینید؟ دین‌ها بسیار عمیق هستند. این اختلاف‌ها حدود 1700 سال ادامه داشتند. اگر طی این مدت طولانی پیشرفتی حاصل نشده، دشوار است تصور کنیم که در آینده چگونه ممکن است پیشرفتی صورت گیرد. با این حال همانطور که پیشتر گفتم، این امکان وجود دارد که خداوند فردی را به زمین بازگرداند که بتواند این دو مذهب را متحد سازد و اسلام را به یک دین جهانی و قدرتمند بدل کند. وقتی می‌بینید که این شکاف میان اهل سنت و شیعیان ادامه دارد، چه احساسی دارید؟ این موضوع مرا بسیار اندوهگین می‌سازد. من تلاش کردم اسلام را به عنوان یک نیروی واحد گرد هم آورم، اما با مرگ من اسلام به واسطه اختلافات داخلی تضعیف شد. این هرگز خواسته من نبود. کاش دوراندیشی بیشتری داشتم و از فرصت زندگیم بهره می گرفتم تا برنامه‌های دقیق‌تری برای آینده اسلام طرح کنم. آیین بهایی بر اصول اسلامی بنا شده و به همزیستی با سایر ادیان باور دارد. نظر شما درباره آیین بهایی و مردی که آن دین را بنیاد نهاد چیست؟
آیا او پیامبر حقیقی خداوند بود؟ آموزه‌های بهایی در واقع بسیار شبیه به تعالیم خدای یگانه هستند. آنها باور دارند که انسان‌ها باید با یکدیگر کنار بیایند. آنها معتقدند که اگرچه برخی از اصول اسلامی مطابق با تعالیم خدا هستند و باید دنبال شوند، اما همچنین درک می‌کنند که در دنیای مدرن ادیان باید در کنار یکدیگر کار کنند و همکاری داشته باشند. در اسلام تعالیمی وجود دارد که همزیستی با دیگر ادیان را دشوار می‌سازد. آیین بهایی نمایانگر مسیری برای اسلام است که می‌تواند دوباره اتحاد ایجاد کند و به همزیستی منجر شود. اعضای فرقه صوفی مسلمانان بر این باورند که انسان باید به یگانگی با خداوند برسد. نظر شما در مورد یافتن یگانگی با خدا چیست؟ و با توجه به اینکه خداوند یک انرژی است، آیا چنین چیزی ممکن است؟ به یاد داشته باشید که روح شما یک انرژی است. در یک بدن فیزیکی قرار دارد، اما در اصل انرژی است. وقتی به بهشت باز می گردید، دیگر بدن فیزیکی نخواهید داشت، فقط یک انرژی خواهید بود. مفهوم یافتن یگانگی با خداوند این است که تمام دستورات و پیام‌های او را تا جایی دنبال کنید که روح شما در مراتب بهشت بالا رود و در همان سطح خداوند قرار گیرد. هیچ راهی وجود ندارد که یک روح فردی بتواند واقعاً انرژی خدا را بیابد. هیچ راهی وجود ندارد که شما بتوانید انرژی‌های الله یا خدا را کاملاً درک کنید. آنچه باید درک کنید این است که باید تلاش کنید تا یگانگی با روح خدا را بیابید، یگانگی با آموزه‌های او، یگانگی با کلمات او و یگانگی با کمک به دیگران و فقط با پیروی از دستورات عقلانی مانند کنار آمدن با دیگران، نشان دادن خیرخواهی و انجام کارهایی که احساس می‌کنید برای بالا رفتن در مراتب بهشت ضروری است. وقتی به بالاترین سطح بهشت برسید که تنها از طریق پیروی از تمام دستورات خدا ممکن است، آنگاه با انرژی‌های خداوند یگانگی خواهید یافت، اما هرگز انرژی‌های واقعی و کامل خدا را به دست نخواهید آورد. نظر شما درباره این واقعیت که در اسلام یک مرد موظف نیست برای ازدواج با زن دیگری از همسرش اجازه بگیرد چیست؟ وقتی که من بر روی زمین زندگی می کردم، زنان زیادی بودند که همسرانشان را از دست می دادند. ممکن بود آنان را در نبرد از دست بدهند یا از طریق بیماری. اما وقتی زنی همسرش از دنیا می رفت، آن زن به کمک نیاز داشت. در زمان من زنان تحصیل کرده نبودند و برای یک زن بسیار دشوار بود که بتواند خانواده و فرزندانش را تأمین کند. به همین دلیل ما به مردان مؤمن اجازه دادیم که همسران متعددی داشته باشند تا بتوانند از آنان مراقبت کنند. ما احساس کردیم که زنان باید این واقعیت را بپذیرند که زنان دیگری هم هستند که به کمک نیاز دارند و بدون آن قادر به ادامه زندگی و بزرگ کردن فرزندانشان نخواهند بود. بنابراین در زمانه من ما اجازه دادیم که این تصمیم کاملا توسط مرد گرفته شود. آیا می توانید پیامی در مورد آگاهی و اخلاق به ما دهید؟ افراد باید نسبت به اخلاق و انجام کار درست آگاه باشند. در میان تمام ادیان درک کلی وجود دارد که میگوید با دیگران همون گونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود. اخلاق نیکو مستلزم نیکوکاری نسبت به دیگران، کمک به دیگران، تشکیل خانواده قوی و آموزش به فرزندان است تا درک کنند که باید دیگران را دوست داشته باشند و با آنها کنار بیایند. صرف نظر از رنگ پوستشان، دینشان، کشورشان یا زبانشان، تمام انسان‌ها یکی هستند. و من می توانم به شما اطمینان بدهم که وقتی به جهان دیگر می رسید هیچ تفاوتی در انرژی روح‌ها وجود ندارد. تمام افراد باید نسبت به این واقعیت‌ها آگاه باشند. آنها باید بدانند که باید
با تمام ساکنان این سیاره در صلح و همزیستی زندگی کنند تا تکامل نهایی انسانها ممکن شود. اگر آنها نسبت به خطرات فناوری‌هایی که به دست آورده‌اند مانند سلاح‌های کشتار جمعی آگاه نباشند، قطعاً تکامل بشر پایان خواهد یافت. پس باید نسبت به اصول اخلاقی که خداوند فرموده آگاه باشید، چرا که این اصول بنیان تمام ادیان هستند. آیا می توانید بیانی در مورد نیکوکاری و کمک به دیگران به ما بدهید؟ نیکوکاری و کمک به دیگران برای پیشرفت شما در مراتب بهشت بسیار مهم است. افراد بسیار زیادی در جهان وجود دارند که به کمک نیاز دارند. در دنیای امروز افراد زیادی به شدت نیازمند به کمک هستند. افراد زیادی از خشونت فرار می کنند. در حال حاضر جنگی در جریان است که میلیون‌ها پناهنده ایجاد کرده است. جنگی که شهرهایشان را ویران کرده است. این افراد برای بازسازی نیاز به کمک و نیکوکاری دارند. در کشورهایی مردم در تلاش هستند تا از ظلم سیاسی بگریزند. افراد بیخانمان بسیاری وجود دارند. همه این افراد نیازمند به کمک هستند. خداوند موقعیت‌هایی را ایجاد کرده که در آن افراد دیگر باید نیکوکاری و توانایی خود در کمک کردن را نشان دهند. امروزه افراد بسیار ثروتمندی وجود دارند که به دیگران کمک نمی کنند. همانطور که قبلا در مورد کارما صحبت کردم، اونها روزی متوجه اشتباه بزرگی که مرتکب شدند خواهند شد. یکی از کلیدهای اساسی برای بالا رفتن در مراتب بهشت نشان دادن نیکوکاری و کمک به دیگران است. در اسلام زنان اغلب حقوق برابر یا آموزش برابر با مردان دریافت نمی کنند. آیا می توانید بیانی در مورد نقش زنان در اسلام اکنون و در آینده به ما بدهید؟ در زمان من در زمین زنان آموزش ندیده بودند. دوران بسیار خشونت آمیزی بود و مردان مجبور بودند در جنگ ها بجنگند. امروزه زنان از بسیاری جهات شایسته هستند که با مردان در موقعیتی برابر قرار بگیرند. مردان همچنان باید در زمان جنگ در موقعیتی باشند که از زنان محافظت کنند. البته مواقعی وجود دارد موقعیت هایی که زنان نیاز دارند برای محافظت از خانواده هایشان بجنگند، اما من ترجیح می دهم مردان در جایگاهی باشند که در صورت وقوع خشونت در جنگ وارد عمل شوند. زنان باید خانواده را پرورش دهند، مردان باید خانواده را حمایت کنند. این باید یک همکاری مشترک باشد. امروزه زنان باید به اندازه مردان آموزش ببینند. زنان زیادی هستند که توانایی‌های بزرگی دارند و می توانند نقش مهمی در پیشرفت اسلام، پیشرفت جامعه و گسترش نیکوکاری و محبت در میان مردم ایفا کنند. در زمان من زنان اساساً آموزش ندیده بودند و توانایی ایفای نقش‌های برابر را نداشتند. اما امروز اگر زنان آموزش و حمایت مناسبی دریافت کنند، قادرند در سطحی برابر با مردان عمل کنند و حتی در برخی موارد فراتر از آنچه مردان توانایی دارند. من امیدوارم که در دنیای مدرن با زنان به عنوان انسان‌هایی برابر با مردان رفتار شود. شما به ما گفتید که با چند همسری مشکلی ندارید. نظرتان درباره چند همسری برای زنان چیست؟ من مشکلی با چند همسری در جوامعی که تعداد زنان بیشتر از مردان است یا زنان در موقعیتی قرار دارند که برای بقا و حمایت به کمک نیاز دارند نمی‌بینم. به همین ترتیب اگر قرار است به زنان برابری با مردان داده شود، آنها نیز باید این حق را داشته باشند که اگر بخواهند چند شوهر داشته باشند. می‌دانم که این ممکن است عجیب به نظر برسد،
اما فرهنگ‌هایی وجود دارند که در آنها تعداد مردان بیشتر از زنان است و اینکه زنی منابع حمایتی متعددی داشته باشد مورد تایید ما خواهد بود. پس میتوان گفت که شما معتقدی زنان باید در اسلام با مردان برابر باشند. در این زمانه زنان می توانند بسیاری از کارهایی را که مردان انجام دهند. من واقعا معتقدم که زنان باید از برابری در آموزش، فرصتهای برابر در کسب و کار باشند، فرصتهای رهبری سیاسی برخوردار باشند. اما همانطور که قبلا گفتم در زمان جنگ من معتقدم که مردان باید نقش اصلی را ایفا کنند. به پیروان اسلام که از پیام‌های ساده و مدرن شما که از طریق چنلینگ یعنی دریافت پیام‌های معنوی از روح منتقل می‌شود و آزرده خاطر می‌شوند چه می‌گویید؟ به آنها می‌گویم که بری و همسرش کانی برای تکرار سخنان من فرستاده شده‌اند. این سخنان طراحی شده‌اند تا به پیروان دین اسلام اجازه دهند در آینده پیشرفت کنند. در دراز مدت بسیار دشوار است که افراد همچنان به سنت‌های پایبند باشند که در قرن هفتم کارایی داشتند. امروزه آموزش برای هر دو جنس مرد و زن اهمیت بسیار زیادی دارد. من احساس کردم که اکنون زمانی است که بسیار بسیار لازم است که برای انتقال پیام‌ها بازگردم. من انتخاب نکردم که به شکل جسمانی بازگردم، اما ممکن است در آینده چنین تصمیمی بگیرم. بازگردم و اگر بازگردم نه با بدن، نه با چهره و نه با تصویر محمد باز خواهم گشت. به همان شکلی که اگر عیسی تصمیم به بازگشت بگیرد، او نیز به شکل عیسی باز نخواهد گشت، بلکه در قالبی متفاوت خواهد آمد. من می‌خواهم همه کسانی که پیرو اسلام، مسیحیت، بودیسم، هندوسم یا هر دین دیگر هستند با هم در صلح زندگی کنند تا بتوانند رهبری آینده تکامل انسانی را بر عهده گیرند. آیا راهی وجود دارد که بتوانید به کسانی که پیام‌های شما را میشنوند اثبات کنید که ما واقعاً کلمات پیامبر محمد را بیان می‌کنیم؟ اگر افراد زمانی را صرف کنند تا دلهایشان را باز کنند و به تمامی پیام‌های من توجه نمایند، پیام‌ها و چنلینگ‌های بیشتری ارسال خواهد شد. لطفاً دقت کنید که چگونه سخنان من با نیازهای پیشرفت اسلام در آینده هماهنگ است. زمانی که برای شروع این کانال اقدام کرد، هیچ دانشی درباره کلماتی که من قرار بود بیان کنم نداشت. او واقعاً کلمات روح آن شخصی را که شما به عنوان پیامبر محمد میشناسید منتقل می کند. همانند بسیاری از امور، ایمان مورد نیاز است، اما ایمان خود را با درک همراه سازید و ببینید که پیام‌های من چگونه با تاریخ اسلام همخوانی دارد. مطمئنم بری دانش لازم برای بیان بسیاری از این کلمات را ندارد، چون تاریخ دین اسلام را به طور کامل نمی‌شناسد. اما من آن را کاملا می‌دانم، چرا که خودم آن را آغاز کردم و آرزویم این است که اسلام بتواند در کنار سایر ادیان جهان به پیشرفت‌های برابر دست یابد.